سلام، به این نگاه خوش اومدیم. اینجا جاییه که با هم به سراغ نویسنده‌های بزرگ و داستان‌های پرمعنا میریم. امروز قراره درباره یکی از آثار محمود دولت‌آبادی صحبت کنیم. نویسنده‌ای که همیشه با کلماتش ریشه در خاک و زندگی مردم زده. کتابی که سراغش میریم رمان دودمانه، اثری که هم پر از تلخی زندگی و هم سرشار از پرسش‌های عمیق درباره سرنوشت انسان‌ها. در آغاز داستان دولت‌آبادی ما رو میبره به روستای خشک و غبارآلود، جایی که زمین و خاک تنها سرمایه خانواده هاست. داستان از دل همین زندگی ساده و سخت شروع میشه. در مرکز ماجرا یک خانواده چند نسلی قرار داره. پدر بزرگ خانواده نماد ریشه هاست، مردی که سالها با داس و بیل و عرق جبین زندگی کرده. او باور داره که انسان بدون زمین هیچه. در نگاهش خاک همه چیزه، آبرو، هویت و حتی آینده فرزندش. اما این نگاه فقط بخشی از حقیقت زندگیه. نسل جدید، فرزندان و نوه ها دیگه حاضر نیستن همون مسیر رو ادامه بدن. اونا چشم به دنیای بیرون دارن، جایی که شهرها در حال بزرگ شدنن، جاده ها ساخته میشن و زندگی شکل تازه‌ای پیدا کرده. داخل خونه همیشه دود و دم اجاق روشنه. مادر خانواده با دستای پینه بستش نون میپزه، بچه‌ها رو سر و سامون میده و در سکوتی پرمعنا بار زندگی رو به دوش میکشه. او ستون اصلی خونه است، زنی که کمتر صداش بلند میشه، اما همه میدونن بی حضورش این خانواده از هم میپاشه. فرزندان هر کدوم دنیای خودشون رو دارن، یکی مثل پدر وابسته به خاک و سنت و دیگری در سودای شکستن زنجیرها. در نگاه اون دودمان به جای اینکه پشتوانه باشه بیشتر باریه که روی دوششون سنگینی میکنه. کشاکش اصلی رمان همینجاست. گذشته‌ای که نمیگذره، سنت‌هایی که نسل قدیم نمیذارد دست بره، آینده‌ای که وسوسه میکنه، دنیای تازه‌ای که نسل جوان میخواد تجربه کنه و در میانه این دو خانواده‌ای که در حال تکه تکه شدنه. پدر خانواده با خشونت و سرسختی سعی میکنه همه چی رو سر جای خودش نگه داره. اون میگه زمین مال ماست، ما هم مال زمینی. اما فرزندان در دل میپرسن آیا سرنوشت ما باید مثل شما تکرار بشه؟ این پرسش همون هستی اصلی رمانه. تصویرسازی های دولت‌آبادی در دودمان نفسگیره. او از روستایی مینویسه که انگار همیشه در حال جنگیدن با باد و خاک و کمبود آبه. شبهای طولانی، چراغ‌های کم نور و صدای سگ‌هایی که در سکوت روستا پارس میکنن همه فضای داستان رو پر از تنهایی میکنه. زبان دولت‌آبادی در این رمان همون زبان آشنای او هستش. جملات کشیده و آهنگین پر از موسیقی کلمات. توصیف‌هاش نه فقط چشم‌انداز روستا رو نشون میده، بلکه درون شخصیت‌ها رو هم روشن میکنه. یکی از بخش‌های مهم رمان جدال پسر بزرگ خانواده است با پدرش. پسر که از بیرحمی زمین و خشونت روزگار خسته شده میخواد به شهر بره. او باور داره آینده او جایی بیرون از خاک خشک و پرسنگ روستاست، اما پدرش میگه این زمین دودمان ماست. هر که ازش جدا بشه بیریشه میشه. اینجاست که دولت‌آبادی با تمام قدرت قلمش این کشمکش نسل‌ها رو نشون میده. کشمکشی که نه فقط در این خانواده بلکه در تاریخ ایران بارها و بارها تکرار شده. پیام‌های اصلی که میشه از این رمان دریافت بکنیم به این ترتیبه: 1. رنج و مقاومت. دولت‌آبادی همیشه صدای آدم‌هایی رو روایت میکنه که زیر بار زندگی خم شدن ولی نشکستن. 2. تداوم و دودمان. عنوان رمان به خوبی معنا رو منتقل میکنه. این کتاب در مورد ریشه هاست، درباره اینکه هیچ کس نمیتونه از سایه تبارش فرار کنه. 3. سنت و نو. رمان نشون میده که تغییر دردناکه اما گریز ناپذیر. نسل‌ها همیشه در جدال بین باقی ماندن و تغییر کردن هستند. 4. زمان. دودمان تصویری از گذر زمانه. نسل‌ها میان و میرن، اما قصه رنج و
امید همچنان ادامه داره. نسل‌ها میان و میرن، اما قصه رنج امید همچنان ادامه داره. رمان با سرنوشت تلخی برای خانواده به پایان میرسه. همه کشمکش‌ها و تضادها به جایی میرسن که میفهمیم هیچکس برنده مطلق نیست. نسل قدیم با سرسختی میایسته، اما در نهایت زمان کار خودش رو میکنه. نسل جدید هم با امید به آینده قدم برمیداره، اما بهای سنگینی میپردازه. خب دوستان خوبم، اینم خلاصه‌ای بود از رمان دودمان نوشته محمود دولت‌آباد. رمانی که مثل بقیه کارهای او نه فقط یه داستان، بلکه آینده‌ای از زندگی مردم ماست. آینده‌ای که نشون میده چطور نسل‌ها به هم پیوستن و چطور تاریخ زندگی شخصی ما رو شکل میده. اگه این ویدیو براتون جالب بود حتما لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین تا در ادامه مسیر با هم همراه باشید. تا یک نگاه دیگه، بدرود.